در عرفه تجلیل روز جوانان تاجیکستان و روز جهانی فوتبال در شهرک ادرسمون از جانب صاحبکار محلی عبدالقیوم ترسونوف یک میدانچه زمانوی فوتبال ساخته مورد استفاده بری قرار داده شد. رئیس شهر گلستان ضمن سخنرانی خود قید نمود که باعث افتخار و شکرگزاری است که تحت راهبری خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به رشد ساحه ورزش در کشور توجه خاصه روانه گردیده است. چنانکه که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قید می‌نمایند ورزش عامل توانایی تحکیم دوستی و همکاری خلقیت و دولت ها می باشد. رایج به ذکر است که هنوز از زمان قدیم مردم ما به تربیت جسمانی و ورزش رغبت زیاد داشته آن را همچون واسطه مهمی بهداشت سلامتی تشکل جسمانی و معنوی و مستحکم نمودن دوستی بین قوم ها واسه استفاده می بردند. باید قید نمود که در دوام سالهای صاحب استقلالی در حدود شهر گلستان و جماعت شهرک های تابع آن بیش از 136 انشاءات ورزشی قامت افراخته در خود را برای دوستداران ورزش باز نمودند. این همه شرایط های مساعد برای تأمین عمومیت ورزش، جلب جوانان و نورسان به تربیت جسمانی و ورزش، آماده نمودن ورزشکاران کسبی و در مجموع برای ترغیب طرز حیات سالم، همچنین پیشگیری همگونه پدیده‌های نامطلوب در بین جامعه نگرانیده شده است. در جماعت شهرک ادرسمان به رشد ساحه ورزش از جانب صاحبکاران محلی توجه خاص روانه گردیده است و طول سالهای اخیر چندین انشاءات ورزشی بنیاد و تعمیر و ترمیم گردیده برای استفاده وسیع ساکنان پیشنهاد کرده شده است. با دستگیری صاحبکاران در سالهای اخیر چندین میدانچه‌های ورزشی در شهرک ساخته شده است. تا جشن وحدت ملی از جانب صاحبکار عبدالقیوم ترسونوف در پهلوی این میدانچه ورزشی یک تالار ورزشی تنیس و فیتنس به استفاده داده می شود که الکی 90% کارهای ساختمانیش به انجام رسیدند. میدانچه ورزشی رو به استفاده دادیم تا جشن وحدت حرکت میکنم یک تالار ورزشی رو هم به استفاده دهیم. این میدانچه رو با همون مقصد ساختم که ساکنان شهرک ادرسمان و از جمله کودکان و نوجوانان اومده مشق کنند. من میnnatdاری خودم رو به پیشوای ملت محترم پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان میرسانم. ما هم کوشش میکنیم که فوتبال رو در این شهرک ادرسمان رشد دهیم. آینده دسته‌های شهرک ادرسمان هم در چمپیونات‌های ولایت و جمهوری اشتراک کنند. عملی‌گردانی چنین اقدام در سال وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان گردیدن سال 2026 به افتخار جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان فال نیک است.